قبلا نسبت بعضی مقوله هایی که با چی میگن یگانگی کشور، یک پرچگی کشور، احترام و ارج گذاشتن به بزرگی انسان، نرسیدن به شخصیت الهیده ما ایراد گرفته بودیم. حتی رهبریت نافعال همین روزنامه همه اینا به دوش گرفتن، برای ما جواب دادن که من بعد چنین کارها تکرار نمیشن. ولی در صحیفهشون با ما مکتوب به طریق مضمون کاملا دیگر نوشتن که همه این خطاگی رو به دوش میگیرن، من بعد برای اصلاح اونها میکشتن و ولی در اصل کارهاشون رو ادامه دادن. در نهایت کار اگر شما اطلاع داشته باشید، ما قبلا یک نیت نیک داشتیم که پیش از بررسی در ارگان‌های حفظ قانون فعالیت روزنامه مجله ما در سطح وزارت فرهنگ بررسی شود تا که برای پیشگیری کردن همین بسته شدن چاره‌جویی کرده شود. ولی همه محترم روزنامه‌گران ضد ما برآمدند و این مسئله رو از وکالت ما بیرون کردند. بنابراین بستن روزنامه در دایره وکالت وزارت فرهنگ نیست. خود رهبریت هم نیگو هم توج نیوز رسما در تمام رسانه‌ها اطلاع دادن که با بعضی مشکلات های مولوی اونها فعالیتشون رو قطع کردن.